به نام خداوند زیبایی ها. در میان دره های آرام و سرسبز ککرک ولسوالی جغتو ولایت غزنی قریه‌ای وجود دارد که شاید کمتر نامش را شنیده باشید. قریه زیبای کوجی. کوجی قریه‌ای با طبیعت دلنشین، هوای پاک، باغ‌ها، درختان سبز و منظره‌های چشم‌نواز است. جایی که آرامش خاص آن هر بیننده را به خود جذب می‌کند. این قریه در کنار قریه‌های موساخیل، بلاغ و آدینه قرار گرفته و سالهای زیادی شاهد زندگی ساده، صمیمی و پرتلاش مردمانی بوده است که با زحمت و کوشش روزگار خود را سپری می‌کردند. در گذشته کوچه‌های کوجی پر از صدای کودکان، رفت آمد مردم و گرمی زندگی بود. خانه‌ها آباد بود و هر گوشه این قریه خاطرات از روزهای خوش، همکاری و همدلی مردم را در خود نگه داشته بود. اما امروز مانند بسیاری از قریه‌های دیگر چهره کوجی نیز تغییر کرده است. دشواری‌های زندگی، نبود فرصت‌های کاری و مشکلات اقتصادی باعث شده است که بسیاری از باشندگان این قریه راه مهاجرت را در پیش بگیرند. شمار زیادی از مردم کوجی اکنون در شهرهای بزرگ و کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و از قریه دور ماندند. با رفتن مردم بعضی خانه‌ها خاموش شدند، اما خاطرات آن روزها هنوز در دیوارهای این خانه‌ها، درختان این قریه و مسیرهای قدیمی آن باقی مانده است. هر گوشه کوجی داستانی از مردمانی دارد که سالها در این سرزمین زندگی کردند، زحمت کشیدند و خاطرات شیرین ساختند. با وجود کاهش نفوس، زیبایی طبیعی کوجی همچنان پابرجاست. دره‌های سرسبز، هوای پاک و آرامش خاص این منطقه نشان می‌دهد که این سرزمین هنوز زنده است و ارزش دیدن و شناختن را دارد. قریه‌ها تنها چند خانه و زمین نیستند. هر قریه یک تاریخ، یک فرهنگ و مجموعه از خاطرات مردم است که باید ثبت و نگهداری شود. این ویدیو گوشه از زیبایی‌های قریه کوجی است، قریه‌ای که شاید امروز مردم کمتری در آن زندگی کنند، اما نام، خاطرات و زیبایی‌هایش همچنان در دل باشندگان آن زنده است. ما در گوشه‌های ناشناخته تلاش می‌کنیم تا زیبایی‌های پنهان سرزمینمان را معرفی کنیم و داستان قریه‌هایی را بازگو کنیم که شاید کمتر دیده شدند، اما ارزشمند و پر از خاطره‌اند. کوجی قریه آرام در دل دره‌های ککرک با گذشته‌ای پر از زندگی و آینده‌ای که هنوز امید در آن جریان دارد. این بود ویدیویی از قریه کوجی. تا ویدیوی دیگر از قریه دیگر، بدرود.